همه امید که جور و صحتمند باشین. داستانی را که انتخاب کردیم درباره پسر غریب و دختر مغرور است. بریم با هم بشنویم. پسر دختری را دوست داشت و رفت به خواستگاری دختر. دختر به پسر گفت ماشی که تو در 1 ماه میگیری برابر خرچ 1 روز من است. پس تو چطور انتظار داری که همراه تو عروسی کنم؟ پسر گفت آخر من تو را دوست دارم و میخواهمت. دختر گفت برو یکی دیگر را پیدا کن. بعد از چند سال دختر و پسر اتفاقی با هم برخوردند. دختر به پسر گفت حالا با یکی عروسی کردم که ماشش 10 برابر ماش تو است. پسر از این حرفها اشک در چشمانش جاری شد. در همین حال شوهر دختر آمد و به پسر گفت رئیس تو اینجا هستی؟ با زنم معرفی میکنم. شوهر به دختر گفت این رئیس کار من است. خیلی وقت پیش خودش یکی را بسیار دوست داشت و حالا با احترام آن وقت هنوز ازدواج نکرده. اگر دختر همراهش عروسی میکرد خیلی خوشبخت میشد. دختر دهنش بند شد و حرف هم نزد. پس آگاه باشید هوا در حال تغییر است و همان هوای قبلی نمیماند. پسر روز کارگر بود، حالا رئیس شرکت شده. هیچ وقت بلند پرواز نباشین. هیچگاه مغرور پولداری و مقبولی و مقام خود نباشین. همه عزت و مقام دست پروردگار است. اگر از داستان خوشتان آمده لایک کامنت فراموشتان نشه. سر به سنگ سر ساحل بشکن آخر آبی ره